های ناپاکی و گروه های فاسدی بالخصوص در مقابل روحانیون و در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده اند و باید با هوشیاری همه ملت و خصوصاً علمای اونها و خصوصاً آذربایجان که در اونجا توطئه ها شاید بیشتر باشد، علمای آذربایجان و سایر قشرهای مؤمن آذربایجان دین خودشون را به اسلام و جمهوری اسلام ادا کنند. ما امروز گرفتار علم‌هایی هستیم و گرفتار زبانها هستیم و گرفتار بعض گروه‌هایی که مسلح هم هستند. ما گرفتار بعض اشخاص هستیم که کنار نشسته‌اند و به اشخاصی که در میدان هستند، چه میدانهای جنگ، چه میدانهای مبارزه با فساد و چه میدانهای بازسازی کشور در خارج اونها نشستند و قلمها را در دست گرفتند و اشغال میکنند و کارشکنی میکنند. اینجا مرکز مقاومت است.